مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. این نکته رو هم بگم که تشکر میکنم از تیم آدم فروشم که یه سری اطلاعات رو برای من به دست آوردن و دم اون کسایی که ما آمار و اطلاعات میدن و پته این سلبریتی ها رو میریزن رو آب گرم و مرسی که با ما همراه هستن. البته ما به این آدم ها نمیگیم آدمای آدم فروش، میگیم آدمای با وجدان، چرا که هویت واقعی یک سری سلبریتی هایی که یه عده از اینها برای خودشون خدا میسازن، از اینها برای خودشون بت میسازن رو برای شما چهره واقعیشون رو نشون میدیم. امروز هم در برنامه پشت پرده میخوایم بپردازیم به یک سوژه‌ای که من چند روز پیش هم راجعش صحبت کردم، ماجرای الناز شاکردوست و ریل هایی که توی این سالهای گذشته زده. حالا چرا کنار این آقای سهراب پورناظری عکسش رو انداختن؟ چون ریل جدیدش ایشونه. حالا به خاطر اینکه سرعت ریل زدن این سلبریتی ها نور در ثانیه است، یعنی الان در لحظه ضبط این ویدیو امروز شنبه 24 شهریور ماه ساعت 2:20 ظهر 14 سپتامبر و نمیدونم شما در کجا هستید، در چه حالی هستید. ما در این ثانیه لحظه داریم ویدیو رو برای شما ضبط میکنیم، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این آدم ها، یعنی مثلا من دیروز راجع به این آدم یه چیزی گفتم، بعد امروز میام یه چیز دیگه میگم. این دلیل بر تناقض صحبت‌های من نیست، این دلیل بر شدت و قدرت ریل زدن این آدم هاست. یعنی با سرعت نور در ثانیه برای شما یه ریلای میزنن که در همه جای جهان قفله. بعد از اون طرف یه سری آدم ها هم اینا رو میکنن برای خودشون الگو، اینا رو برای خودشون میکنن یه دونه بت خدا. ولی خب وقتی یه نگاهی به زندگی این افراد در پشت پرده بندازید خودتون متوجه میشید که اینها چه زندگی های عجیب و غریب دارن. بارها و بارها گفتم، بازم میگم، یعنی اگر یک ساعت با یک سری از این سلبریتی هایی که تا قبل از این که ببینیدشون و باشون بشینید یه مشروبی بخورید، یه غذایی بخورید، یه قلیونی بکشید، یعنی میگید عجب غلطی کردم رفتم با این آدم نشستم. اینقدر یک سری از این آدم ها بی لول، بی کلاس، بی هویت و بی اصل و نسبن. اصلا یه عدهشون وقتی میشینید باشون انگار از دماغ فیل افتادن، یه جوری رخ کارو چوسی میان انگار مثلا رهبر کل مملکت اینان، ایلان ماسک اینان. بعد از اون یعنی به شدت بی‌ادب، یعنی انتظار دارن که هر دختری که باشون میشینه سر سفره بعد از اینکه غذا تموم شد بره تو اتاق بهش بده. یعنی این نگاهو نسبت به دخترها دارن. حالا زناشون هم که اصلا دیگه نگم براتون، یعنی یه جوری رخ کار میان انگار پرنسس زمانن و باید همه برای اینا خرج بکنن و باید همه برای اینا بشینن و پاشن به خاطر اینکه اینا سلبریتی ان. اما اینجوری نیست و ما سعی کنیم که در برنامه پشت پرده بپردازیم به این موضوعات. اما الناز شاکردوست من توی ویدیو قبلی هم گفتم دیگه، مدت با پارسا پیروزفر بود، بعد رفت با یه پسری به اسم مصطفی، بعد از مصطفی هم رفت با آقای حسین تقیان که حسین تقیان یکی از بزرگترین قاچاقچی شیشه بود تو ایران. تو ویدیو قبلی گفتم براش ماشین خرید و فلان گرفت و بعد از اونم اون حسین تقیان رو اعدامش کردن. و این چیزایی که من دارم به شما میگم خیلی از آدما توی این سلبریتی ها هستن باشون میشینن و بلند میشن میدونن و فقط میگم که مردم عادی و اون آدما که از اینا خدا ساختن و بت ساختن هویت و چهره واقعی این افراد رو بشناسن و بفهمن که این آدم ها چه آدم هستن. اما تو ویدیوهای قبلی من راجع به اختلاف الناز شاکردوست با سحر قریشی بهتون گفته بودم، اما جزئیاتش رو باز نکرده بودم. اینکه الناز شاکردوست به خاطر ماجرای دوست پسر قبلیش یعنی امیر آقایی با سحر قریشی به مشکل برخورده بود. البته من حالا انشالله اگه توفیق رفیق بشه شاید در همین روزهای آینده یک مصاحبه رو با سحر قریشی انجام بدم، مصاحبه که شاید جنجال‌های زیادی رو بپا کنه و حقایقی رو از بدنه سینما و حقایقی رو از حتی ماجرایی که برای او به تتلو افتاد رو برای شما افشا بکنه. کوکوپه رو پشمتون میریزه با این نکته که خیلی سعی میکنه که حالا من باش خصوصی هم صحبت میکنم از بدنه سینما ایران دفاع میکنه. یعنی وقتی بهش میگم که
خانم قریشی واقعا توی سینما ایران فساد وجود داره؟ میگه برای من این اتفاق نیفتاده. میگه شاید مثلا بقیه خیلی راحت برن تو اتاق تهیه کننده و کارگردان هر کاری که دلشون بخواد بکنن، اما کسی جرئت نمی‌کرده که همچین پیشنهادی رو به من بده. پس اون کسایی که از بدنه سینما ایران انتقاد میکنن میگن فساد وجود داره، حتما خودشون هم جزئی از اون فساد بودن، ولی برای من شخصا این اتفاق نیفتاده. به نوعی من فکر میکنم دفاع میکنه از بدنه سینما ایران، دلایل خودش هم داره. اگر نشستیم پای مصاحبه و نشستیم پای یک میز با هم دیگه و مصاحبه کردیم، قطعا اون نظرات خودش رو میگه، من هم سوالات خاص خودم خواهم پرسید و شما مردم بهترین قاضی خواهید بود که آیا فسادی وجود داره یا نه، یا اگر فساد هم وجود داره برای یه قشر خاص هست یا نیست. که خوشحالیم که البته با افشاگری‌های ما در رسانه پشت پرده یه عده نطقشون کشیده شد، یعنی ماساشون کیسه کردن که حواسشون باشه که اگر هر کثافتکاری تو بدن سینما ایران بکنن یه امین فردینی وجود داره که بخواد دهنشون رو سرویس بکنه و خیلی از اینا افراد دیگه به اسم تهیه کننده و کارگردان نمیتونن هر کثافتکاری که دلشون میخواد بکنن. اما جدیدن خبر رسیده که الناز شاکردوست با سهراب پورناظری تو رابطه و رله، حتی با هم دیگه دبی هم رفته بودن. ماجرای آشنایشون هم حالا بهتون جلوتر خواهم گفت. سهراب پورناظری که فرزند استاد کیخسرو پورناظری، واقعا استاد برازنده پدر ایشون هستش در موسیقی سنتی، اهل کرمانشاه بودن پدر ایشون، و خود سهرابی که متولد 5 اردیبهشت ماه سال 1362 و الناز شاکردوست پرور اسم فامیل کامل الناز شاکردوست، برای اولین بار فکر میکنم جایی هم نگفته شده و جایی هم عنوان نشده. الناز شاکردوست اسم فامیل کاملش الناز شاکردوست پروره، متولد 6 تیر ماه 1363، چون همه جا اعلام میکنن که 7 تیر ماه، اصلا که 6 تیر ماه شماره موبایلش هم آخر 34 داره. توی محله پاسداران تهران زندگی میکنه و از اون آدمایی بود که نگم براتون دیگه، اسپانیا و جای مختلف هم با خیلی از این دوست پسرش رفته. حتی یه مدت هم سال 1397 یه درگیری رو با یه شخصی به اسم سجاد کریمیان داشت، نمیدونم گفته بود اومده بود تو خونم و فوش و نمیدونم کارهای دیگه کرده بوده، یه پرونده اونجوری هم داشته و حتی این اواخر هم یه پرونده با قرارگاه سوارالله داشته سپاه که ازش شکایت کرده بودن، حالا به خاطر ترویج فساد بوده، نمیدونم فحشا بوده، بی‌حجابی بوده، چیزی بوده، اما یه پرونده هم اونجا داشته. ماجرا از این قرار بوده که عید همین امسال میره دماوند توی ویلای پدر این آقای پورناظری و یه 7-10 روزی رو اونجا بوده با این آقا پسره، میره اونجا بعد آشنا میشه با سهراب پورناظری، دیگه با همدیگه بودن، کلا عید و با همدیگه در ویلای دماوند بودن. البته قبلش الناز شاکردوست با یه پسری به اسم محسن تو رابطه بوده. قبل از محسن، یعنی همزمانی که با محسن بوده، با امیر آقایی هم توی دوستی و رل بوده. محسن کی بوده؟ محسن شریک برادرش بوده و بعد از اینکه محسن متوجه میشه که الناز رفته با این سهراب رل زده، شروع میکنه یک سری عکساشو تو فضای مجازی و جایهای مختلف منتشر کردن، تهدید کردنش و چیزهای مختلف، که بعد از اون به صورت خودجوش، حالا نمیدونم چی، این محسن غیب میشه، نمیدونم آگاهی مفقودی، آگاهی قطع، و از هنوز که هنوز ازش خبری نیست. یعنی به محض اینکه مزاحمت ایجاد میکنه برای این 2 نفر، از فروردین تا الان این محسن خبری ازش نیست. و جالبه که شریک برادر الناز شاکردوست بوده. برادر الناز شاکردوست هم که دیگه نگم براتون، دیگه عملیات چیزهای مختلف رو برای الناز انجام میداده و حتی تو خیابون خیام نشون که این محسنه دعوا و درگیریش میشه با این الناز شاکردوست، کتک و کتککاری و چیزهای مختلف که کارشون به شکایت و شکایت کشی میرسه. اما تا الان هنوز اون محسن ازش خبری نیست. این یک موضوع مبهم و پیچیده هستش در خصوص الناز شاکردوست. شاید حالا این محسن پیداش بشه و ببینیم که داستانشون از چه قرار بوده. امیر آقایی هم نرم از بغل بوده، چون امیر آقایی خودش بازار آزاد میپریده. حتی توی سفر 5 ماه پیشش امیر آقایی به اسپانیا، الناز شاکردوست هم اونجا بوده.
شاید سهراب هم بوده، نمیدونم، حتی با سهراب که دبی هم رفته بوده. به حال ارناز شکردوست پاسپورت اسپانیایی هم داره و رفت آمد میکنه به اسپانیا و حالا ان شاءالله دور هم دیگه خوشبخت باشن و به هر حال اینا هم چیزایی هستش که تو رسانه ها هست و مطرح شده. ما فقط سعی می‌کنیم که از زوایای مختلف بخوایم ببین قضایا رو برای مردم بررسی و تحلیل آنالیز بکنیم. شما اگه نظری دارید و هر تحلیلی دارید میتونید برای ما همین زیر ویدیو کامنت کنید و بنویسید که یعنی سرعت ریل زدن این افراد نور در ثانیه است و ردخور نداره. خیلی مخلصیم و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.